یکی از بهترین محصولات روستای ما بادام تو روستای ما خیلی خوب عمل می آید. روستای ما که شکریازی استوایی شهرستان سلماسه به این کار که پوست سبز بادام و از پوست سنگی بادام جدا میکنن میگن گزیل ما، ولی تو اطراف شبستر خود شبستر و تسوس به این کار قاخیل ما بگن، تو روستای ما گزیل ما بگن. این بادام ها را برای اینکه خوب خوش بشن پوست سبزشون رو جدا میکنن، میذارن تو آفتاب خوش بشه تا مغزش مرغوب بشه، خوش بشه، خوب بمونه. ولی زاغچه ها اذیت میکنن، زاغچه ها نمیذارن اینا خوب برسن، مجبور میشیم موقعی که کال هستن بچینیم. اگر تو 10 روز دیگه اینها میموندن تو درخت خیلی خوب میشدن، خوب میرسیدن، ولی زاغچه ها نمیذارن بمونه. انشاءالله شما هم محصولات مرغوب داشته باشید. در امان خدا.